رابطه اشتراکی یگانه یا سینگل کوولانت باند نوعی از رابطه کوولانسی است که با اشتراک گذاری یک جوره الکترون بین دو اتم یکسان و یا مختلف تشکیل می شود. طور مثال رابطه اشتراکی یگانه در مولکول کلورین را در نظر می گیریم. در اینجا دو اتم کلورین که هر کدام دارای 7 الکترون در مدار آخری خود است و برای مشبوع شدن نیاز به یک الکترون دیگر دارند، بنابراین هر دو اتم کلورین یک الکترون مدار آخری خود را با همدیگر به اشتراک گذاشته که در حقیقت مدار آخری هر کدام از این اتم ها مشبوع شده و به یک حالت پایداری می رسد و تشکیل مولکول کلورین را می نمایند. چون این رابطه را به نام رابطه کوولانسی یگانه گویند. نمونه های دیگری از رابطه کوولانسی را در ساختار مولکول هیدروژن در بین دو اتم هیدروژن و یا در ترکیب مولکول آب بین اتم های هیدروژن و اکسیژن مشاهده می نماییم.